به مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان از جانب حکومت طرح تغییر و الوه ها به کودکس اویلا وارد شده است که از جمله بر اساس الوه سرخط های 6 و 7 به ماده 69 این کودکس در آینده می تواند شخصانی را که برای جنایت ها به ضد آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی یعنی تجاوز به ناموس کودکان نابالغ تا 16 ساله و برای دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه محکوم شدند از حقوق پدری و مادری محروم کنند. این طرح تغییر و الوه ها روز 11 ژانویه در جلسه نوبتی شورای مجلس نمایندگان بررسی شده است. تا کنون در قانونگذاری چنین مجازات نسبت به افراد تجاوزگر و آنهایی که به دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه مشغول می باشند وجود نداشت. این تغییرات به کودکس اویلا در حال صورت می گیرد که وقتهای آخر خبرها درباره تجاوز به ناموس کودکان و بدرفتاری جنسی نسبت به آنها از تاجیکستان بیشتر به دست می رسند. اخیراً نمایندگان 54 سازمان غیر دولتی از رهبران تاجیکستان خواستند تا جزا برای تجاوز به ناموس نابالغان را سخت‌تر کرده نگذارند که چنین افراد با جزای سبک از جوابگری خلاص شوند. چند پیش دادگاه ایسار یک مرد متهم به تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو آزاد کرده و دادگاه نویه رودکی یک جوان را برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به یک پسرچه 11 ساله تنها جریمه بست. این دو حکم دادگاه موج واکنش‌های منفی را در جامعه به بار آورد و مردم چنین به اصطلاح رمدلی دادرسان نسبت به تجاوزکاران را به باد شدید انتقاد کشیدند.